متوجه باش. این کار ممنوعست. آیا میفهمید که بلند کردن یک وسیله کوچک و گونه اشتباه میتونه باعث درد کمر، فشار به جنین یا حتی مشکلات جدی‌تر شود؟ سلام مادر عزیز. اگر در دوران بارداری هستی پس بدن تو فعلا بیشتر از همیشه نیاز به مراقبت داره. پس ویدیو را تا آخر ببینید تا چند نکته مهم مراقبتی در دوران بارداری را با هم یاد بگیریم. هیچ وقت به این شکل چیزی را از زمین بلند نکن. صاف ایستاده شو، زانوهای تخمگاه و وسیله‌ای را که میخواین بلند کن. این قسم از جایت نخیز بلکه با کمک دستات از جایت بلند شو. وقتی از خواب بلند میشی از این روش استفاده نکن بلکه خودت با پهلو دور بودی با کمک دستت از در بلند شو. این حرکات شاید ساده و کوچک به نظر برسد اما در واقع کلید حفظ سلامت تو و نوزادت است. اگر از ویدیو خوشت آمد پس کانال را سابسکرایب کن و منتظر ویدیوهای بعدی ما باش.